چرا زندگیشون به این صورت بود؟ اتاقهای کوچکی که حتی حضرت عایشه رضی الله عنها میفرماید که گاهی که رسول خدا صلی الله علیه وسلم در نماز تهجد نماز میخوند جایی برای سجده نمیافت مگر اینکه پای من را میگرفت و سجده میکرد. یعنی حضرت عایشه جلوی نماز رسول خدا صلوات، چون جا کوچک بود، حضرت عایشه در یک گوشه از اتاق که میخوابید، حضرت رسول صلوات الله و سلامه علیه جایی برای سجده هم نداشت. همانطور که ملاحظه کردید و شنیدید، این کارشناس وهابی ادعا کرد که اتاق عایشه همسر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله آنقدر کوچک بوده که وقتی آن حضرت می‌خواستند نماز بخوانند مجبور می‌شدند در هنگام سجده پای عایشه را جمع کنند. اما از طرف دیگر در صحیح مسلم، صحیح ترین کتاب اهل سنت بعد از قرآن و صحیح بخاری، آمده است که بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله افراد غریبه و نامحرم وارد همین اتاق کوچک عایشه می شدند. سر شب تا صبح آنجا می ماندند و صبح با حالت احتلام آنجا را ترک می کردند. به نمونه هایی از این روایات توجه کنید. روایت اول: ابو مشعر از علقمه و اسود نقل کرده است که مردی بر عایشه وارد و جنب گردید. صبح در حال شستن لباسش بود که عایشه به او گفت همین که جای نجس را بشویی کفایت می کند. صحیح مسلم صفحه 145 حدیث 288. اما روایت دوم از عبدالله ابن شهاب خولانی نقل شده است که من بر عایشه وارد و سپس محتلم شدم. آن را در آب فرو بردم. کنیز عایشه مرا در این حال دید و به عایشه خبر داد و ادامه ماجرا. صحیح مسلم صفحه 146 حدیث 290. علاوه بر این دو روایت، روایات فراوان دیگری نیز در دیگر صحاح اهل سنت وجود دارد که برای اثبات مطلب همین دو روایت کفایت می کند. اما به راستی آیا این مطالب واقعیت دارد؟ اگر آنچه در صحیح مسلم آمده واقعیت داشته باشد که باید برای مظلومیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گریه کرد که چگونه بیوه جوان او حرمت خانه اش را نگاه نداشته و مردان غریبه را در این اتاق کوچک جای داده و مابقی ماجراها. البته ما تردیدی نداریم که این مطالب دروغ و افترائی بیش نیست. اما ای مسلمانان و ای غیرتمندان جهان، آیا شایسته است که کسی به ناموس پیامبر خود چنین نسبت‌های زشت و ناروایی بدهد؟ حال سؤال ما از کارشناسان شبکه کلمه این است که کدام یک از ادیان الهی و غیر الهی چنین توهینی را به همسر پیامبر خودشان کرده اند؟ الف، گاو پرستان هندوستان، به یهودیان، جیم نصارا، دال شیطان پرستان و ها پیروان مکتب سقیفه. شما بینندگان